میگه اگر fx این تابع باشه و دامنه تعریفش رو به این صورت تعریف کنم و بازه آتابی رو به دست بیارم، مقدار بی منهای آ کدام است؟ گوش بدید، قشنگی سوال اینه. ببین سوال ترکیب دو تا تابع نزولیه اگر دقت کنید. چرا نزولی؟ این یه خط شیبش منفی نزولیه. رادیکال 6 منهای x. ببین وقتی رادیکال به این صورت باشه، رادیکال x منفی x باعث میشه که این تابع چی بشه؟ نزولی بشه. درسته؟ حالا دو تا تابع نزولی چی میشن؟ جمع بشن باز با هم، اگه با هم جمع بشن باز نزولی خواهند شد. پس خود f(x) تابع نزولیه. این اطلاعاتیه که میتونید از این تابع به دست بیارید و خیلی کمکتون میکنه به روند حل سوال. حالا مگه دامنه این تابع رو نخواسته؟ این دامنش با بزرگتر مساوی صفر بشه زیر رادیکال دیگه، درسته؟ پس f2x بچه‌ها باید چی بشه؟ بزرگتر مساوی f3-x بشه. ما تعریف داریم توی توابع نزولی، میگیم زمانی که یک تابع داره نزول میکنه، حالا مثلا نزولی اکید باشه یا خود نزولی باشه فرقی نمیکنه، حالا خیلی فقط یه علامت مساوی بینشون فرق است. وقتی این x1 باشه، این y1 باشه، این x2 و این y2 باشه، هر چقدر x ها زیاد بشن y ها کم میشن. پس زمانی که این y f یعنی y دیگه، این y وقتی از این y دوم بزرگتر باشه xش کوچیک‌تره. ببین x ها هر چقدر که زیاد میشن، ببین این تعریف تابع نزولیه، x1 وقتی کمتر است از x2 در نتیجه fx1 بزرگتر است از fx2، تعریف تابع نزولی اکید هستش. خب زمانی که توی تابع نزولی این fx1 از اون fx2 بزرگتره، قطعا داخل کمانشون از هم دیگه این از اون کوچیک‌تره دیگه. پس 2x باید کمتر مساوی 3-x باشه. ببین اصلا چه خفنه. حالا x رو بیاریم ور، میشه 3x کمتر مساوی 3، x میشه کمتر مساوی 1. این اطلاعاتی که میتونی از این به دست بیاری. یه چیزی هم خیلی ساده میشد به دست آورد، اونم دامنه خود رادیکال بود دیگه. دامنه رادیکال باید بلد باشید دیگه، 6 منهای x باید بزرگتر مساوی 0 باشه. اینجا هم میتونیم تشخیص بدیم که x باید کمتر مساوی 6 باشه، فعلا هم شده کمتر مساوی 1. این اولویت داره بر اون. حالا خب گفته بازه آتابیه دیگه، من فقط الان فهمیدم که x کمتر مساوی 1. باید به یه چیز دیگه هم دقت کنید بچه‌ها. دامنه fx رو دقت کن، میشه کمتر این دامنه چیه؟ دامنه f. داره راجع به چی صحبت میکنه؟ 2x و f3 منهای x. چی گفتم موقعی که این تابع رو درس دادم؟ گفتم وقتی دامنه f رو دارید، دامنه یه چیزی رو میخواید، اون چیزی که بهت داده رو بذار داخل دامنه f، هر چیزی که هست رو به دست بیار. یعنی دامنه x رو به دست، این x رو به دست بیار، به یک 3 تقسیم کن میشه x کمتر، به یک 2 تقسیم میکنم میشه x کمتر مساوی 3. این مورد اول. دوباره دامنه f رو دارم، دامنه یه چیز دیگه رو باید به دست بیارم دیگه، چون این بلا داره سر تابع میاره دیگه، تابع تو داره جابجا میکنه، چپ و راست میبره، پس قطعا دامنش تغییر میکنه. پس 3 منهای x باید کمتر مساوی 6 باشه، پس x باید بزرگتر مساوی منفی 3 باشه. حالا این تمام اطلاعاتی که تو از این سوال دارید، چیزایی که اولویت دارن از همه، x کمتر مساوی 1 از هر دوتا اینا مهمتره و x بزرگتر مساوی منفی 3. پس جواب مسئله میشه از منفی 3 تا 1 که از منفی 3 تا 1 چند تا عدد رو بی منهای آ رو خواسته که میشه 1 منهای 3. جواب میشه عدد 4 یا گزینه 4. بسیار